توی سال 2025 یعنی امسال 8 عادت زیبایی عجیب وجود داره که دخترها باهاش خوشگل‌تر شدن. پس بهتره تو هم بدونی چیان. شماره 1 چسب زدن به دهن موقع خواب. میدونم شاید به نظرتون عجیب باشه ولی یه چسبای مخصوصی برای این کار وجود داره که میتونید از داروخانه‌ها تهیه کنین و به بهبود کیفیت خوابتون کمک میکنه و کمک میکنه که فکتون زاویه‌دارتر بشه. البته اگر مشکل تنفسی دارین یا حساسیت پوستی بهتره قبلش با پزشکتون مشورت کنین. شماره 2 روغن کرچک یا همون کستر اویل که توی سال 2025 تبدیل به یکی از ترندهای زیبایی دنیا شده و اون رو استفاده میکنن برای جلوگیری از ریزش موهاشون، تقویت رشد موهاشون و آبرسانی و نرمی پوستشون. شماره 3 لوسیون منیزیم که قبل از خواب میتونید ازش استفاده کنین برای کاهش درد و گرفتگی عضلاتتون و آبرسانی پوستتون. 4 سمزدایی پوست سر یا همون اسکالپ دیتاکسینگ برای پاکسازی کف سرتون از چربی و آلودگی و مواد زائد که کمک میکنه به کاهش شوره و خارش سرتون و تقویت فولیکول موهاتون. شماره 5 تمیز کردن زبان که با استفاده از این وسیله که از داروخانه میتونید تهیه کنین میتونید زبونتون رو تمیز کنین که از بوی بد دهن جلوگیری کنین. 6 دوش آب سرد برای تقویت سیستم ایمنیتون، بالا بردن انرژیتون و حتی کاهش پف و تیرگی دور چشم. شماره 7 استفاده از شوینده و مرطوب کننده مخصوص ناحیه تناسلی برای خانم ها که جلوگیری میکنه از عفونت، بوی بد و جلوگیری میکنه از خشک شدن یا به هم خوردن پهاش اون ناحیه. و آخریش خوابیدن بدون لباس برای کاهش استرس، بهتر شدن کیفیت خوابتون و افزایش متابولیسم بدنتون.